سلام خدمت شما دوستان. امروز میخوام خانه داروغه، یکی از جاذبه‌های گردشگری شهر مشهد که معماری بسیار زیبایی داره رو براتون بگم. خانه داروغه در بافت حرم رضوی و خیابان نواب صفوی قرار داره. این بنای تاریخی به دستور یوسف خان هراتی در دوره قاجار و به مساحت 1100 متر مربع ساخته شد. خانه داروغه مشهد در موارد حمام اختصاصی، اولین شومینه مشهد، اولین پنجره دوجداره جزو فهرست اولین ها قرار دارد. این مکان تاریخی تلفیق معماری ایرانی و روسی است که از المان‌هایی مانند تزئینات چوبی سقف، حاشیه 7 رنگ، پله دو طرفه، فرشته‌ها و عشق شادی است، عشق آزادی است، عشق آغاز آدمیزادی است. عشق آتش به سینه داشتن است، دم همت بر او گماشتن است. عشق شوری ز خود فزاینده است، زایش کهکشان زاینده است. تپش نبض باغ در دانه است، در شب پیله رقص پروانه است. جنبشی در نهفت پرده جان، در بن جان زندگی پنهان. زندگی چیست؟ عشق ورزیدن، زندگی را به عشق بخشیدن. زنده است آن که عشق می‌ورزد، دل و جانش به عشق می‌ارزد. آدمیزاده را چراغی گیر، روشنایی پرست شعله پذیر. خویشتن سوزی انجمن افروز، شب نشینی هماشیانه روز. آتش این چراغ سحرآمیز، عشق آتش نشین آتش خیز. آدمی بی زلال این آتش، مشت خاکیست پر کدورت و غش. تنگ و تاری اسیر آب و گل است، صنمی سنگ چشم و سنگ دل است. صنما گر بدی وگر نیکی، تو شبی بیچراغ تاریکی. آتشی در تو میزند خورشید، کنده‌ات باز شعله‌ای نکشید. چون درخت آمدی زغال مرو، میوه‌ای پخته باش کال مرو. سیب و به نیست میوه این دار، میوهش آتش است آخر کار. خشک‌تر هرچه در جهان باشد، مایه سوختن در آن باشد. سوختن در هوای نور شدن،
سبک از حبس خویش دور شدن. کوه هم آتش گداخته بود، بر فراز و فرود تاخته بود. آتشی بود آسمان آهنگ، دم سردی که کرد او را سنگ. ثقل و سردی سرشت خارا نیست، نور در جسم خویش زندانی است. سیب و به نیست میوه این دار، میوهش آتش است آخر کار. عشق شادی است، عشق آزادی است، عشق آغاز آدمیزادی است. عشق آتش به سینه داشتن است، دم همت بر او گماشتن.